میگذره. همینجا بازار لسی مریم که آمدیم امی کراچی بسیار متفاوت داشت. آش و منتوی بدخشان، آشک و منتو آش بدخشان البته. تمامش دیگه بدخشی به سبک بدخشان درست میکنم. به سبک بدخشان درست کردیم. حالا فعلا ماه رمضان است، سمبوسا درست میکنم. پیش از روزه آش و منتوی بدخشان درست میکنم. بسیار خوب. چطور است مادر جان کاروبار سر؟ خدا را شکر است. ما 3000 کرایه خانه میتونم. شوهرم شهید شده است، 3 ماه میشه کرایه خانه ندادیم. بچه کلان دارم، بچه کلانم مبتلا به مواد مخدر است. کار کردن والا در خانه ندارم، تنها خودم. اگر کراچی ما بیرون بکنم یک لقمه نان پیدا میکنم، نکنم و در خانه گوش نمیمانیم. به خدا قسم تو اولا و دوم و سوم رمضان تا ما نان و چای خوردیم، روزه گرفتیم دیگه. توقع از امارات اسلامی از شما خبرنگارا دارم که دست مرا بگیرید، کمکم کنید تا که ما از یک چیز جور کنم و خرچ خانواده و کرایه خانه. حاجی صاحب مسعودی آقا کس این کراچی را بر ما به خیر ثوابش خریده که خاله کار کو، اگر پول ما دادی ندادی با کراچی ما دوباره میگیرم. ولی کمک ها از طرف حاجی صاحب مسعود است که همین کراچی را به ما خریده دیگه. دمی مشکلات زندگی خیلی خسته شده، خیلی. یک زن نمیتونه کرای خانه بته، بل او بته، بل برق بته، اولادها را درس مکتبشون، خیلی خسته شده. خواهشمند هستم از شما کمک کنید. بخیر سلامت باشین. تشکر، پروردگار مهربان است. ان شاء الله تعالی حتما دوستان ما که کمک میخواین داشته باشن برای مادر بزرگوار ما، همین شماره واتساپ برنامه که اینجا است، شما میتونید که کمکایتون ارسال کنین. ان شاء الله تعالی کمکایتون از طریق ما به این مادر جان میرسه. مادر جان باز شما روز چند کار میکنین اینجا؟ ما در اینجا روز 400 500 کار میکنم. باز 50 روپا گاز میپرتم، 100 روپا کچالو میگیرم. وقتی که میبینم که کل وسایل میگیرم 100 120 در خودم میمانه. 50 روپا نان میگیرم، 10 20 روپا یک پالک یگان چیز. بسیار با مشکل تیر میکنم. در کرایه خانه نمیمانه. 3 ماه میشه من 9000 کرایه خانه میتونم. و تا بالا دمی بچه ها گفتم که یک 500 کمکم کنه کرایه خانه ما بتونم. حتی مثل گدایگر ما اینجا گشتیم که کرایه خانه ما بتونم. وضعیت ما خیلی وقت میاد. اگر داخل خانه شبیه اشکت میره، نه پر دارم، نه ظرف دارم، نه کدام بجیده داریم که بخریم. بخی وضعیت ما خراب است. ولی حاجی صاحب مسعود آدمی که مساله میفروشه، اینمی آدم در پشت ما است. یکم کمکای شمرای ما میکنه، کراچی رو به ما خریده که بیا خوراکم کار کو، دلش خیلی به ما میسوزه. از هم باید مصاحبه داشته باشه. یک مرز